فقیرترین رئیس جمهور جهان درگذشت. نه کاخ داشت، نه اسکورت و نه تشریفات. خونش کلبه گلی در حاشیه مونته‌ویدئو بود و ماشینش یه فولکس قورباغه‌ای قدیمی. خوزه موخیکا، رئیس جمهور سابق اوروگوئه، مردی که سیاست رو با سادگی و صداقت معنی کرد. اون تا آخرین نفس تو همون کلبه گلی کنار همسرش و سگ سپاش زندگی کرد. با دستای خودش زمین و شخم میزد، لباساش هم با دست میشست. حقوقش ماهی $12,000 بود، اما فقط $1,200 برای خودش برمی‌داشت و بقیه رو میبخشید. حتی هلیکوپتر ریاست جمهوری هم به اورژانس بیمارستان هدیه داد. اون از سیاستمدار بودن تنها خدمت به مردمش رو انتخاب کرد. این مرد بزرگ در سال 2025 از دنیا رفت، اما نشون داد که هنوز انسانایی با وجدان در سیاست وجود دارن. به نظرتون اگه بعضی مسئولین ما مثل موخیکا بودن، ایران الان چه شکلی بود؟ تیکس مگو فالو کن تا هر روز به اطلاعاتت اضافه بشه.